حاجیان محترم، خدا شما را در پناهش نگاه دارد و شما را صحت و سلامت برد و دوباره به تاجیکستان برگرداند. خوش به حال شما که این آرزوی میلیون ها است، از جمله در داخل میلیون ها ما نیز هستیم که آرزو داریم. شما به آرزویتان رسیدید. خوش به حال شما، چون اگر که شما از صدق بروید و برگردید همچون یک کودک نوزاد، هر گناهی که کردید دیگر چی می شود؟ خط زده می شود. این قدر مهربانیه که خدا برای شما دید. خوش به حال شما، خوش به حال شما، خوش به حال شما. با یک استاد نشستم، چند خطاگی ها را گفت خواستم به شما بگویم و همچون دادروار فرزندوار قبول کنید. وقتی که شما از تاجیکستان نیت کردید و میل کردید و راه برآمدید، دیگر تمام چیز دنیا را فراموش کنید. حاجیای محترم، آنجا خیرها می شود برای یک ساکچه و برای یک بنانه و میوه و جنگ و جدال و نوبت و از خود سمالیات شروع کرده. تمام چیز دنیایی را قطع کنید. چند خطاگی هایی که بود در اونجا حتی جنگ هم کردن. از این سبب باز میگیم هر چی که است فراموش کنید. هر چی که است نروید و نباید گویید که گرم است و این است و دیگر است و دیگر. در هر چیز با صبر باشید. این قدر ثوابیتش بلند است. من در خانه نماز میخوانم 1، در مسجد میخوانم 27، اما شما 100,000. چگونه ای که ثواب بلند دارد گناهش هم بی نهایت از این تر است. از این سبب بسیار به احتیاط باشید. رفت و در همون جایی که چون میگن که تاپه میشود، آدمی زیاد میشود، کسی شما را اطلاع داد، هی حتی افتی تروش نگاه نکنید، گوید بخشش منظره، شما بخشش پرسید. نوبت ها بعدن میگن که ای مهمان خانه این است و آن است و شما اینها را کل. اگر که شما یاد این خطی باشید، پس بسیار چیزا هست که شما دنبال اون نگردید. مگزین ها میرن میپرسن نرخ اینجا رو فهمیم، اینجا چند سوم است، فلان جا چند سوم است، یا این و اون. بسیار از من فراموش کردم این چیزا رو همش رو قطع کنید. شما به خاطر خدا رفتید، دیگر تمام چیز دنیا رو قطع کنید. روید خاص به خاطر خدا. دیگر یگان نه گرمی نه سردی نه جای خواب نه یگان تا از اینها رو نخوراک. خوش به حال شما، خوش به حال شما، خوش به حال شما. دعا بسیار کنید. آنجا اجابت دعا است. نزد پیامبر یک نفر اومد گفت ای پیامبر من به نهایت زیاد دعا میکنم، دعاهای طولانی بود، طولانی. گفتن من از یاد کردن نمیتوانم این قدری که گفتید شما. پس پیامبر گفتن که وقتی دست برداشتی از خدا بپرس که هر چی که پیامبر گفت میدانیست در دعایش پروردگارا او را با من همراه بکن. بهترین چیز آب زمزم است. میرنید اعلان میکردن که کی بسیارتر توفه گرفته است، همون نگاه میکنن، توپی و جای نماز یا دیگر چیز، همش رو در همین جا پر است. بازارهای ما از همونجا و هر کجا میبرن. بیشتر آب زمزم بیاره. زمزم آب است برای تشنه، آب زمزم طعام است برای گرسنه، آب زمزم شفاست برای هر بیمار. اون آب زمزم را که در روی میزنید، دردی سرها دارید و هر چی که از قطع بشود، چقدر حتی با احترام نوشیدش گفتن. خوش به حال شما که از همه این شما سزاوار میشوید. بیشتر خطاگی ها را گفتن که راه بلد ها میبینیم در همین مهمانخانه، گستینیسه، تلویزیون موندن، دیگر کینوی ایندیس که دیگر نه یک حتی ثانیه را شما نگذارید که به تلویزیون و به دیگر چیزها هر قدر میتوانید ذکر کنید. در هر دعاتان یاد خدا کنید، یا جبار یا رحمان یا رحیم، ای خدا سه باره گفته، هر چی که در قلبتان است بگویید. حاجیان محترم،
شما وقتی که می روید در آنجا پرچم دارید، پرچمی هر معرفگر ملت است. خدای نکند که آنجا روید و بعد یک کاری را کنید که حتی یک نفر می تواند که معرفگر کشور یعنی پایان فرارد یا که می تواند بالا برارد. پیشتر نمی گذاشتن رسم گیرن، چون من میکردن ملیسه ها. به خاطر چی؟ به خاطر میگفتن هوش در عبادت مانید. حالا اجازه دادن که دیگر میروند سلفی و صورتگیری و دیگر بسیار نازکی ها هست که بعضا در کتابچه ها نوشته نشده است. اما شما خودسرانه عاقلانه بزرگترین چیز برای شما پروردگار داد این عقل است که عقل کار فرماید. باز میگم از خانه که بیرون شده دیگر همه چی را قطع کنید، همه چیزی که هست خاص به خاطر خدا روید عبادت کنید. هر یک قدمی که میگذارید تصور کنید که در اینجا کدام بزرگ ها قدم ماندن، که ها نماز خواندن، چه ها شد. خدا شاهد است آنگونه صحبت میکنم گویا که به هوا پریده رفته ایستادم. بخیلترین آدم نفری هست که فقط در حق خودش دعا میکند. در حق ما نیز دعا را فراموش نکنید که خدا نیز ما را نصیب گرداند به آنجا. بار دیگر میگیم که خدا نگهبانتان، خود را احتیاط کنید و هر یک دقیقه خود را غنیمت دانید. هر یک دقیقه باز میگم خوش به حالتان که بیشتری مردم شرایط ندارد. اگر شرایط داشته باشد این است، اگر این نباشد خدا هر کس را سزاوار نمیبیند. ما شما را انتظار هستیم و دعای شما را نیز در حق ما که ما را نیز نصیب گرداند. خداحافظ.